میزان جرائم قتل کی دوست پسر و عاشقان مجازی در سراسر جهان به 38% افزایش پیدا کرده. یکی از این حادثه ها سنا یوسف پاکستانی است که در همین 2 هفته پیش شما در صفحات دیدید. عشقهای مجازی اون دختر 17 ساله را بردن کشتن. کی کشته؟ اون دوست پسرش. این هم نمونیش برای شما. صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحان الله. کسی که عمل صالح انجام میدهد، کسی که طاعت الله میکند، کسی که عبادت الله میکند، چه مرد است چه زن، الله میفرماید فلنحیینه حیاتا طیبه. حالان که مؤمن است الله میگه در این دنیا زندگی پاکیزه برایش نصیب میگردد. زندگی پاک، زندگی که دور از آلودگی هاست، زندگی که دور از فریب است، زندگی که دور از ناآرامی است، زندگی آرام و پاک و طیب برایش نصیب میگردانم. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون. در سرای آخرت هم بهترین پاداش را مطابق بهترین عمل برایش نصیب میگردانم. سبحان الله. الله رب العزت و الجلال میگه ولا متخذات اخدان، سوره نساء آیه 25. جوانا، قرآن میگه دوست پسر و دوست دختر نگیرید. ولا متخذات اخدان، دوستای پنهانی نگیرید، دوستهای نامشروع و حرام نگیرید برای خودتان. کی میگه؟ الله. ولا متخذات اخدان، دوست پسر و دوست دختر نگیرید. سازمان صحی جهان میگوید، سازمان صحی جهان میگوید میزان جرائم قتل دوست پسر و عاشقان مجازی به 38% در جهان که افزایش پیدا کرده. سازمان صحی جهان میگوید میزان جرائم قتل کی دوست پسر و عاشقان مجازی در سراسر جهان به 38% افزایش پیدا کرده. یکی از این حادثه ها سنا یوسف پاکستانی است که در همین 2 هفته پیش شما در صفحات دیدید. عشقهای مجازی اون دختر 17 ساله را بردن کشتن. کی کشته؟ اون دوست پسرش. این هم نمونیش برای شما. یکی از راههای درمان عبادت و طاعت الله صادقانه است. امروز او قدر که بسیار عفو میخوایم پناه بر خدا که این را میگویم بعضی ها امروز به عبادت معشوق خود گرفتارند، به عبادت دوست دختر خود گرفتارند. یکی از این جوانان که پول داره، ثروت داره، در یکی از کشورهای عربی به این عشق مجازی گرفتار شده، عاشق یک دختر رقاصه و فاحشه شده. زمانی که عاشق این دختر میشه دین، وطن، پدر، مادر، عزت، آبرو، حیثیت همه رو ترک میکنه. میگه شبانه روز این کنار این دختر است. در یکی از این روزها این دختر به خاطر کار از پیش این جوان جدا میشود. مدت تیر می شود، دختر دوباره باز نمی گردد. جوان نگران می شود که من بدون این چگونه زندگی کنم، اگر باز نگردد چی می شود؟ زندگی من تباه می شود، من بدون این زندگی ندارم. مثل که امروز جوانان و دختران به یکی دیگر میگن، میگه بدون تو من زندگی ندارم. اگر این باز نگردد چی می شود؟ میگه بعد از مدت که این قدر بیقرار و استراب از گاه می رود بیرون، گاه می آید داخل، گاه می رود بیرون، اصلا نمی تواند جای بنشیند، انتظار میکشه چی وقت بر می گردد یا نمی گردد.
میگه بعد از دقایق این دختر برمیگردد، دختر همین رقاصه و فاحشه کی عاشقش شده، دلباختش شده. همین که این داخل می شود میگه جوان بسیار با سرعت می رود، از دست علاقه زیاد سر به سجده پیش این دختر می اندازد. در برابر یک دختر فاحشه و رقاصه سر به سجده می اندازد، ولی این آخرین سجده در برابر گناه و معصیت. سر بلند نمی کند، دست می زنند که همین جا جانش را ملک الموت را بوده و برده است، جان داده. بی ایمان از این دنیا می رود. این ثمره و نتیجه عشقهای مجازی است. ای عزیزان من، ای جوانان گرامی، اونهایی که به این مرض گرفتارن، برید یک زندگیش مطالعه بکنید. چقدر ناآرام هستن، نماز نمیتوانند بخوانند، شل شدن در برابر طاعت الله. حضرت عبدالله ابن عباس میگه اونی که طاعت الله میکند 5 تا نعمت خدا برایش میده. چند تا؟ 5 تا. اونی که دست از گناه گرفته و طاعت الله کرده 5 تا نعمت الله برایش میده. اول، ان للحسنة ضیاء فی الوجه. اول نعمتی که خدا برایش میدهد در چهرهش نور پیدا میشود، چهره درخشانه دارد، چهره دلربایی دارد. این به برکت طاعت و بندگی است. دوست نداری جوان چهره تو با نور ایمان درخشان شود؟ دوست نداری؟ خب پس با عشقهای مجازی نمی شود، با محبت الله بلند، با محبت الله چهرهش درخشان. دوم، نورا فی القلب، در قلبش نور ایمان موج میزند. این ناآرام نیست، آرام است. در اوج خستگی ها، در اوج ناملایمتی ها، در اوج نارسایی ها، در اوج غم ها، این آرامش داره. چرا؟ با خاطری که با الله تعلق داره. کسی که با الله تعلق داره، الله تنها آخرت را نه بلکه دنیا را هم برایش میدهد. و نورا فی القلب و سعتا فی الرزق. سوم نعمتی که الله میدهد در رزقش، در زندگیش، در کار و کسبش، در مالش خدا برکت میدهد. او از رزق شکایت نداره، از گرسنگی شکایت نداره، چون خدا نمیخواهد بنده خوبش گرسنه باشد. سبحان الله. و قوتا فی البدن، در بدنش قوت پیدا میشه. امروز جوانان هستن ورزش میکنن، وزنهای گرنگ میزنن، اما در نماز صبح فکر میکنی کوها سر شانه هایشون از بلند شده نمیتوانن. من یک جمله گفتم یادتان نرود، گفتم جوانی که خوابش شیرین تر از نمازش هست، جوانی که قصه شب پارتی و میدان ورزشش تفریحاتش شیرین‌تر از نمازش است و نماز الله را ترک میکند به خاطر تفریح و سیاحت و میدان ورزش خودش، و صبح در خوابش شیرینی و خواب شیرین‌تر از نمازش هست، هیچ وقت لاف ایمان نزند، هیچ وقت لاف مسلمانی نزند. امروز در مساجد در نماز صبح میبینی در صف فقط موی سفید ایستاده است، چند تا موی سفیدی که هیچ دیگه امیدش از دنیا قطع شد. جوان کجا هستن؟ این جوانایی که انرژی میخورن کجا هستن؟ در دکانها انرژی نمان، کمپانی ها هر روز انرژی تولید میکند، پرفروشترین چیزی که در شهر ما هست و در کشور ما هست انرژی هستن. قوت این جوان کجاست؟ نماز صبح جوان در کجاست؟ در نماز تهجد در دلهای شب این جوان کجاست؟ در دفاع از دین و مقدسات این جوان کجاست؟ انرژی گرفته که خوب توهین کنه به اسلام، انرژی گرفته که خوب تحقیر کنه علما را. و قوتا فی البدن، عبادت قوت در بدن،
بدون انرژی خدا قوت به تو نصیب میگرداند. مثل خالد، مثل عمر. و دوم و محبتا فی قلوب الخلق. پنجم، خیلی ها شکایت دارن درمانده هستیم، کسی به فکر ما نیست، علاقه مردم با ما ندارد، کسی ما را دوست ندارد. حضرت عبدالله ابن عباس میفرماید اگر محبت مردم میخوایی، اول محبت کی را به دست بیاور؟ الله. او الله در آسمان ها به جبریل به تمام فرشتگان اعلان میکنه فلانی محبوب من شده. بعد اونها میاین به زمین، به اهل زمین اعلان میکنن فلانی محبوب الله است. اون وقت محبوب همه خلق میشی. ای اگر لذت عبادت الله را بفهمی، اگر لذت همنشینی با الله را بفهمی، اگر لذت ملاقات الله را بچشی، به خدا قسم با هیچ لذت از لذت‌های دنیا تبدیلش نمی کنی. بگو یک بار الله